وصفی رو داشت بعد از گلی که به ثمر رسوند سونورونوف. حالا نتیجه 2-1 میشه به سود پرسپولیس. نتیجه ایدئال برای شاگردان عثمان ویرا در هفته 11 قبل از شهرآورد. هرچند که زمان زیادی رو تا پایان این دیدار فرصت داریم، 15 دقیقه تا وقتهای قانونی فرصت باقی هست و فکر می‌کنم وقتهای تناسلی زیادی رو هم باید داشته باشیم در نیمه دوم. باز هم شمس‌آذری‌ها کسی خوب شد. شمس‌آذری‌ها به محمد نسایی منطقه بازی رو عوض میکنه. میلاد سورگی، داریوش شجاعیان تو به سمت چپ میاد. فرزین موقعیگری، داریوش شجاعیان ثابت توپ هست، کوتاه نسایی بازم داریوش شجاعیان رو ثابت توپ میکنه. سال بلند منطقه بازی به زیبایی عوض شد. ضربه سری که اونجا میزنن در مورد محبت جلیل موقعیت هست برای میلاد سورگی.